بریم با هم یه خورشت بادمجون خیلی خوشمزه درست کنیم. ابتدا تابم رو میذاریم روی اجاق تا گرم بشه. پس از اینکه کمی گرم شد روغنم رو به تابم اضافه میکنیم تا روغنمون هم داغ بشه. سپس بادمجون رو داخل روغن کامل سرخ میکنیم. پس از اینکه تا یه طرف بادمجونا سرخ شد، بادمجونا رو برمیگردونیم تا طرف دیگه‌اش هم کامل سرخ بشه. برای دیدن اندازه دقیق مواد حتما دیسکریپشن رو مطالعه کنید. بعد از اینکه بادمجونا کامل سرخ شدن، اونا رو از تاب خارج می‌کنیم. و بعد بقیه بادمجونا رو هم سرخ می‌کنیم. پس از اینکه باقی بادمجونا رو هم سرخ کردیم، اونا رو هم از تابه خارج میکنیم. و داخل تابه دیگه مرغامون رو سرخ میکنیم. قبل از هر چیزی لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین نفر بشین که از آموزش های ما با خبر میشین. و بعد هم نصف ادویه های مورد نیاز رو که ابتدای ویدیو نوشتم و اندازه بهترش رو هم داخل دیسکریپشن نوشتم رو به مرغامون اضافه میکنیم. و بعد هم اجازه میدیم تا مرغ‌ها کامل سرخ بشن. حالا مرغ‌ها رو برمیگردونیم تا طرف دیگه‌ش هم کامل سرخ بشه. پس از مدتی سرخ شدن مرغ‌ها رو از تابه خارج میکنیم. و بعد هم اضافات مرغ رو که روی روغن جمع شدن رو برمیداریم. سپس پیازهای خرد شده رو اضافه میکنیم. و بعد هم اجازه میدیم تا پیازها طلایی رنگ بشن. پس از طلایی شدن پیازها سیر خرد شده رو اضافه میکنیم. و بعد هم ادویه های باقی مونده رو به موادمون اضافه میکنیم.
سپس گوجه های میکس شده رو به موادمون اضافه میکنیم. و بعد هم اجازه میدیم تا آب گوجه ها کاملا خشک بشه. پس از اینکه آب گوجه ها کاملا خشک شد و گوجه هامون به حالت ربی در اومد، آب رو بهش اضافه میکنیم. پس از جوش اومدن آب، مرغ‌های سرخ شده‌مون رو به موادمون اضافه میکنیم. نکته که این خورش داره، حتما بادمجون ها رو 10 دقیقه قبل از سرو به خورشتتون اضافه کنید. و حالا خورشتمون آماده است. این خورشت خوشمزه رو هم میتونین کنار برنج و هم کنار نان سرو کنین. بفرمایین، نوش جان.